ببین گوش بده، میخوام میدونم چی میخوای، قبلا گفتی. میدونه دیگه، گفتم به شما هم گفتم. بریم میخوام که اینجا بر حاشیه هاش نکن، قاعدتا یه حاشیه باید داشته باشه که اینجوری بذاریم دیگه، یه چیزی که میره تو، یه چیزی که میاد بیرون. میریم فهمیدی چی ممکنه شد؟ ویدیو آپلود نشه، چون اصلا ممکنه من نتونم پسش. بعد سعی کنی که این ویدیو آپلود شه، فهمیدی؟ آره. ببین این نگاه کن، اینو میبینی، این همون پیکاپ هست. خب عرضشو بگیر 44 میل بزن. حالا چیز طول 100 میل. آره تقریبا، آره 100 میل بگیر. من خود خدام ولی خب این شیء من میخوام که حالت قلک مانند بشه. نگاه اینجاش یعنی قلکی بشه، تو خالی بشه، توی گیتار بشه دید که صدا بیاد بیرون ازش. چیه مانند چیه؟ الان اینجا شیار بشه که صدا بره بیاد، درسته؟ آره یه 3 تا شیار براش بده، ولی با فواصل برابر دیگه، تقابلش حس بشه. اینجوری منظورت بود دیگه. آها دقیقاً هم چیزی که میخوام. صدا قطعمون رو پرینت گرفتیم و نتیجه شد این. اون قدم بگینگی بد نشده، باحال شده. فقط باید الان تستش کنیم ببینیم که به سازمون میخوره یا نه. الان ایشون باید بیاد قرار بگیره روی ایشون. بگه در صفر جا میره، جا نمیره. 2000 years later. آقا جا نمیره، مشکل از کجاست؟ یعنی بذار تو اولین قدم با چالش روبرو شدیم. دلیلش چیه که اینجا نمیره؟ چیزی که داخلش طراحی کردیم خیلی بزرگه، یعنی خیلی که نه، فکر میکنم 1 میلیمتر اضافه است و باعث میشه که این جا نتونه بره. مورد بعدی اینه که قطعمون یه ذره زیادی بزرگه، یعنی حتی اگه جا میرفت خیلی از ساز زده بود بیرون. یه کمی تابلوه. اولین پروژمون با شکست روبرو شد، بعد بریم دوباره بگیم که برامون درستش کنه. یه سری اصلاحیه ها داره، بعد بهش بگم تا ببینم چه راهکاری براش داره دیگه. دوباره بریم همونجا. آقا یه لحظه صبر کن، بعد صحبت کنیم. سلام بچه. آقا یه لحظه، الان باید چیکار کنی؟ دارم کار ادیت انجام میدم. چی رو بعد عوض کنی الان؟ اینو بعد کوچیک کنیم. من نباید به تو میگفتم نصفش کنی، به نظرت بسه؟ استحکام مورد نیازو داره اون وقت نصف بگه بشه. ببینم اینو بذار بینندگان. الو بنیامینم. بله به اون دو شرطی قسم بگو با نونه. با نونه غذا. ماما من نون نمیخورم، برنج. چه صافت باشه. خدا 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 حافظ. خب بیا الان 1 میل از هر طرف کم میشه. خب همونطور که تو مراحلش دیدین این قطعه تموم شد. با این قدیمی دیگه کار نداریم، خیلی قطرش زیاد بود. این یکی خیلی تمیزتر در اومد چون که حواسمون رو نفع جمع کردیم. بریم که تستش کنیم ببینیم به ساز میخوره یا نه. بفرمایید. خیلی خوشگل، خیلی تمیز، لق میزنه ولی خوب میشینه سر جاش. یعنی ما اینجا دیگه میتونیم این قطعه رو به راحتی پیچ کنیم سر جا. به خوبی و خوشی تموم شد این مرحله. مرحله بعدی چیه که بعد سر فرصت من برم کارگاه پدر، اونجا ادامه ویدیو رو بگیرم. میمونه که این خروجی
از جا در بیاد و خروجی اون پیکاپه که نشونتون داده بودم قرار بگیره روش و اینجا رو هم برای اون پیکاپ تخلیه کنیم. ما بقیه کارهای نصبشو میارم اینجا. پس ابعاد و اندازه رو سعی میکنیم همینجا بگیریم و اینم اضافه کنم. احتمالا رنگشم اینو مشکی کنم با اسپری. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive in this. قطعه‌ای که با مهدی طراحی کرده بودیم و رنگ زدیم، الان فعلا باهاش کاری نداریم. این پیکاپ هم فعلا روی ساز مونده، حالا بعداً بازش میکنم. نوبت به این میرسه که این قسمتو و این قسمت پایینو علامت گذاری کنیم که توی کارگاه ابعاد اندازش دستمون باشه که چطور برش بزنیم که بعد موقع نصب به مشکل نخوریم. ما اینجا پیکاپمون رو میاریم همونطور که مشخصه. پیکاپمون قراره که این قسمتش روی کار باشه و این بیفته زیر کار. فقط تنها اشکالی که وجود داره اینجا این هستش که من باید حواسم رو جمع بکنم، جوری برش بزنم که این جا پیچا اولا از بغل چوب معلوم نشه روی گیتار، دوما این که این خوب چفت بشه و بسته بشه روی ساز، وگرنه نتیجه خوبی نمیده بهمون و بی بازگشت هم هست، چون داریم سازو چوبشو برش میزنیم و نمیشه دیگه کاری براش کردیم. اگرم بشه هزینه برداره و زمان زیادی هم میگیره ازمون. پس باید خیلی دقت بکنم. بنابراین الان دوربینو میارم نزدیک شما خیلی بهتر بتونید ببینید که دارم چه کاری انجام میدم. شاید به درد بعضیا بخوره، البته که اگه زمینشو ندارید لطفا این کارو نکنید، تلاش نکنید حتی انجامش بدید، ولی خب شاید به درد بعضیا بخوره. این از سازمون. اول میخوام اینجا رو علامت بزنم. ترجیحاً بچه‌ها توجه کنید که چون که این قسمت ساز انحنا داره و این قسمت هم انحنا داره و تنها بخشش که صافه اینجاه، اونا نه کاملا، پس ما باید سعی کنیم این قطعه‌ای که اون زیر قراره بیفته رو یه جایی بندازیم و یک جوری بندازیم که توی شیب قرار نگیره. مثلا فکر کنید من اگه اینو بخوام اینجا بذارم، ببینین این قسمت چه اتفاقی براش میفته، اون درست نمیتونه بیاد بیرون یا از زیر میزنه. متوجه منظورم شدین یا نه؟ پس بهترین جا میتونه این قسمت باشه. اولین کاری که لازمه انجام بدم اینه که اندازه اینجا تا اینجا رو در بیارم تا بتونم وسطش رو پیدا بکنم و همچنین اندازه این پیکاپ رو. خط کشم رو برمیدارم. اول اندازه گیتار رو میگیرم. خیلی چون حساس نیستم، حالا ابزار خیلی دقیقی هم من استفاده نمیکنم، همین خط کش کارمو راه میندازه. 98 میلیمتر داریم، 52 میلیمتر هم داریم. وسطشو باید به دست بیاریم. بذار من دوربین رو برگردونم بالا رو در رو صحبت کنم. یعنی در واقع ما اگر بخوایم این قطعه دقیقاً وسط اون 98 میلیمتر بیفته، این 52 میلیمتر، بعد وسط 98 رو در بیاریم که 98 تقسیم بر 2 میشه 49. یعنی 49 میل از این ور، 49 میل از اون ور ما داریم تا به وسط برسیم. برای این که بدونیم چقدر باید از این ور فاصله بیفته تا این قطعه وسط قرار بگیره، میایم 52 میلیمتر رو هم تقسیم بر 2 میکنیم که 52 تقسیم بر 2 میشه 26 میلیمتر. یعنی 26 میلیمتر از این ور داریم، 26 میلیمتر هم از اون طرف داریم. این 26 میلیمتر رو ما باید از اون 49 میلیمتری که بود کم بکنیم تا اون فاصله‌ای که اون از اول گیتار تا قسمت ابتدایی پیکاپ به دست میاد. در نتیجه 23 میلیمتر باید فاصله بیفته بین هر طرف گیتارمون تا قسمتی که پیکاپ قرار میگیره. ولی خب متاسفانه این عددیه که این جاش باید قرار بگیره و ما اون داخل بازم یه ابعاد دیگه رو باید برش بزنیم. پس فعلا من با ماژیک میام و 26 میلیمتری که به دست آوردیم و علامت میزنم ببینیم نتیجه چی میشه. نمیدونم توی دوربین چقدر واضحه این جای ماژیک هایی که من کشیدم، باید واضح باشه، معلومه. و من پیکاپ رو قرار بدم اینجا، بعد دقیقاً این خطا موازی همون باشن، موازی پیکاپ قرار بگیرن. درسته، تقریبا
چیزی که در اومد درسته. و یه مسئله دیگه که وجود داره، اگر این ابعاد رو ما کم بزنیم، یعنی اون حفره‌ای که ایجاد میشه اگه کوچیک باشه باز بهتره تا اینکه بزرگ بشه، گشاد بشه. یعنی باز من ابعاد و اندازه هایی که میزنم رو سعی میکنم کوچیکتر بزنم که یه موقع از اون طرف به مشکل بر نخوریم، کم بیاد برامون. پس این مسئله رو هم در نظر میگیریم. مورد دیگه که پیش میاد، 2 شیار داره اینجا که من اندازه گیری اینا رو من سانسور میکنم. فقط اینو یه چیز کلی بهتون بگم، باید یه جوری طراحی کنم و برش بزنم که این 2 شیار بیفتن داخل چوب و چوب دیگه از اینجا جلوتر یعنی حفرمون از این جلوتر بریده نشه از این قسمت. بنابراین باید حواسم رو جمع کنم که دقیقاً اندازه این 2 چوب عرض کار بریده بشه، در واقع طول کار میشه. و عرض کار رو چجوری باید انجام بدم؟ یه چالشی که دارم اینجا رو من اگه بخوام جوری برش بزنم که این LCD راحت از حفره بیرون بیاد، این دقیقاً خطش میفته روی خط جای پیچم. حالا باید تصمیم بگیرم ببینم این جا پیچه رو یه جوری بزنم که پیچه از داخل چوبم عبور کنه و وارد این قسمت، یعنی از اینجا بزنم از تو چوب رد بشه برسه به این، یا اینکه نه مثلا برش خورده باشه فقط پیچه بگیره اینو نگه داره بچسبه به اون. چون که میدونم حوصلتون سر میره دیگه، اونقدر نمیخواد وارد مسائل فنی این داستان بشید. بنابراین سعی میکنم اینو دیگه سانسور کنم، نذارم. همونطور که گفتم به طور تقریبی، البته بچه‌هایی که توی این کارن و توی این حرفن به صورت تخصصی لطفاً منو ببخشن اگه اشتباهی از من سر زده. یه چیز تقریبیه و من باید این قسمت داخل ماژیک رو تخلیه کنم. البته خیلی هم بد نشده، تقریبیه، یعنی یه ضریب خطا هم گذاشتم براش که احتمالاً یه ذره این ور اون ور شد، به فنا نرم و اگه کوچیک شد این حفره تهش همینجا با سنباده میتونم اوکیش کنم. ولی اگه زیاد از حد من اینو برش بزنم، یعنی از بدنه سازم اضافی بردارم، اون موقع دیگه کاریش نمیتونم بکنم. پس در نتیجه یه مقداری کمتری میذارم بمونه. حالا میرسیم به این قسمت. اینجا هم بعد اندازه ایشون برش بزنم. چرا رو من فوکوسی؟ بیا رو این. بعد اندازه ایشون برش بزنم. اندازه زدن این زیاد کار سختی نیست چون شکل ساده تری داره و قسمت های جاپیچش فاصله بیشتری داره تا اون سوژه‌ای که قراره بره داخل. بچه‌ها این قسمت که دارید میبینید من دارم سعی میکنم قطعه رو به صورت موازی با خود بدنه گیتار اندازه گیری کنم و خطاشو بکشم. بعداً به این نتیجه میرسم که اگر موازی نباشه و در واقع افقی نصبش کنم هم بهتر نصب میشه، هم خروجی بهتری ازش میگیرم. پس این قسمت ویدیو رو شما حالا فاکتور بگیرید اگه من اشتباه کردم. خب این علامت ها رو زدیم. یه مقدار استرس دارم نسبت به این قسمت زیری. امیدوارم بتونم به درستی اونو انجامش بدم و به چالش نخورم. ولی خب اگه به چالشم بخورم مجبورم که این قسمت رو یه مقدار بسابم تا اون بیشتر بره داخل. فعلا توی این استودیو خدافظ. ادامه ویدیومون رو میریم توی کارگاه. احتمالا من اونجا دیگه حرف نزنم، فقط کار رو انجام بدم و بعد یه وایس اوور میذارم روش، میام دوباره صحبت میکنم و صحبت هایی که حالا باید انجام بدم راجع به اون کار رو همینجا ضبط میکنم میذارم رو ویدیو، شما بشنوید و لذت ببرید.